سلام، وقت همگی بخیر. خیلی خوش اومدین به دوره. امیدوارم که توی این دوره که در خدمتون هستیم به طور احسن بتونیم مباحث رو یاد بگیریم و کنار هم رشد کنیم. بنده علی مظفری هستم، داخل مجموعه گروه مالی شهر کار مشتقه انجام میدم و خیلی خوشحالم که توی این دوره در خدمتون هستم. بخوایم شروع کنیم، ما دوره‌ای که داریم دوره حالا ابزار مشتقه هست که از الان استارت میخوره. عملا ما جلوتر حالا نقشه رای هم ارائه میدیم که اصلا تو این دوره به طور کامل چی میخوایم بگیم و حالا هم مباحث آتی رو پوشش میدیم و هم مباحث آپشن رو. در اولین قدم که ما اصلا بخوایم وارد مبحث بشیم بعد بدونیم که آقا ما الان کجای بحث دانش مالی هستیم. ببینید ما توی آپشن ها، یعنی بازار کلن هدف اصلیش کنترل ریسک. حالا هدف اصلی ترش میتونیم بگیم پوشش ریسک. خب ولی خب طبیعتا هر طرف که داره ریسک رو عملا معامله میکنه، یه طرف داره ریسک برمی‌داره، یه طرف داره ریسکش رو کم میکنه. خب یعنی ما الان تو حوزه ریسک، یا بهتره بگیم حالا توی مباحثی که حالا هست، تو مباحث FRM و اینجور چیزا داریم صحبت میکنیم. خب یک ذره ذهن‌ها باید از اون بحث تحلیل بنیادی و اینجور چیزایی کم بیاد بیرون، بحث ارزش گذاری و اینا. ما الان داریم روی بحث نوسانات و اینجور چیزا داریم صحبت میکنیم. یعنی ما الان تو این قسمت دانش مالی هستیم. خب ببین، ما ابزارهای مشتقه‌ای که داریم 4 دستن، به 4 دسته کلی تقسیم میشه. آتی رو داریم که حالا بحث فیوچرزه که میگه که آقا یه توافقیه که من و شما با هم میکنیم روی قیمت مشخصی در یک تاریخ مشخص. خیلی حالا دوستانی که اگر قدیمی تر باشن آتی سکه رو یادشونه، یه وجه تضمینی میذاشتن، سکه رو معامله میکردن آینده شد توی تاریخ، حالا یا میرسید یا نمیرسید، یا مثلا رشد میکرد یا نمیکرد و خب سود و زیان حساب میشد. اینا رو فقط کاملا داریم مروری ازش رد میشیم، فقط ساختاره تو ذهن شکل بگیره. همه اینا رو به طور کامل توضیح میدیم، فقط میخوام یک سری ساختاره تو ذهنتون شکل بگیره که الان داریم میخوایم چی بگیم. مثلا بحث بعدی بحث آپشنه، همون آتیه منتها فقط یه ذره گسترده تر، قیمت اعمالش جداست، تاریخاش جداتره، یه سری تفاوت داره با آتی. بحث خب به خریدار خودش میگه آقا میتونی اعمال کنی میتونی نکنی و از اینجور صحبت ها. پیمان آتی رو داریم، همون آتیه منتها فقط خارج از بورس معامله میشه، اصطلاحاً میگن OTC معامله میشه. و سواپ هم داریم که میگن که آقا من روی ابزار مالی مثلا رو آتی سود کردم، میخوام سودش رو یه جای دیگه کاور کنم، یعنی هر جا که سود کردم بدم به یکی دیگه جاش چیز دیگه بگیرم. خب و این درآمدهایی که ناشی از ابزارهای مالی هست میان توی سواپ با هم معامله میکنن. این حالا خیلی تعریف خیلی سعی کردم ساده بگم، ولی خب خیلی این مباحث گسترده است. ما توی این دوره بحث آپشن رو داریم و بحث آتی. آپشن رو که من در خدمتتون هستم و آتی هم که خانم علیزاده اونجا درباره آتی به طور مفصل صحبت خواهد کرد. خب ما بریم از اینجا به بعد وارد آپشن میشیم. بیایم اول درباره تاریخچه‌اش صحبت کنیم که اصلا این ابزار نخستین بار از کجا شکل گرفت و چطوری اصلا به اینجا رسید. توی کتاب هایی که حالا موجوده درباره تاریخی که درباره آپشن میگن، اولین فردی که از آپشن استفاده کرد تالس بود. داستان اینجوریه که تالس خب میدونی یه کسی بوده که روی نجوم کار میکرد و ستاره شناس بوده.
حالا توی بحثی از کتاب میگن که از طریق ستاره ها یا حالا ما اصلا میگیم به هر طریقی فهمید که ممکنه که سال بعد درخت‌های زیتون پربار باشن. خب اون تایمی که داشت به چه این نتیجه میرسید گفت خب من اگه بخوام برم الان زیتون بکارم که بخوام تو اون فصلش برداشت کنم، خب طبیعتا پولی نداره، یعنی اون تایم پول خاصی نداشت. از طرف دیگه گفت اصلا من زمین و اینا هم به کنار، بخوام خود زیتون رو بگیرم فراوری کنم و روغن بگیرم بفروشم، پول اون دستگاه ها هم ندارم بدم. و خب ولی خب میخواستش که از این بازار یه کسب سودی داشته باشه. اومد چه کار کرد؟ اومد رفت پیش یک کسی که اون دستگاه رو داشت. تو اون تایمی که هنوز زیتونا اصلا فصلش نبود و بارور نبودن ولی خب طالس این انتظار رو داشت که تو فصل آتی که میاد این زیتونا خیلی پربار باشن و بازار خوبی پیدا کنن. رفت به اون صاحب دستگاه گفتش که آقا من یه پولی بهت میدم، از الان دستگاه تو اجاره میکنه. صاحب دستگاه با خودش چه فکری کرد؟ گفتش که آقا معلوم که نیست حالا جلوتر این اصلا پربار باشه یا نباشه، بالاخره طالس دیگه، پولم نداری، یه پولی ازش میگیریم، حالا اومد و بهش اجاره میدیم، نیومدم خب پول ازش گرفتیم دیگه. خلاصه که این معامله انجام شد. گفتن که آقا من بهت یه پولی میدم و از الان تابستون که شد، فصل زیتون که شد، دستگاه مال من، دستگاه روغن کشی که داری مال من. زد و تابستون شد و محصولات زیتون پربار شد. خب توی اون تایم تقاضا برای دستگاه روغن کشی زیاد شد. از اونجایی که طالس یه پول کمی توی اون فصل زمستون داده بود، اینجا به صورت اینکه به سبب اینکه تقاضا برای دستگاه روغن کشی زیاد بود، یه پول زیادی رو اصطلاحاً به جیب زد. این اتفاق میتونیم بگیم که اولین جایی بود که میگن اصطلاحاً طالس از ابزار اختیار معامله استفاده کرد. حالا دو تا سناریو مطرح میشه. اگر حرف طالس اشتباه بود چی؟ اینجا که حرفش درست بود که اون تایم رفت یه سود زیادی کرد دیگه، اومد جلو به اون طرفی که دستگاه روغن کشی رو داشت گفتش که آقا دستگاه مال من در ازای خیلی پول کم، ولی خب موقعی که فصل برداشت زیتون شد این دستگاه قیمت پیدا کرد بحث اجاره کردنش، خب این سود کرد. اگر که اون سال زیتون فراوون نمیشد، اون سال همه زیتون ها اصطلاحا خشک میشدن، اون موقع چه اتفاقی میافتاد به نظرتون؟ چند تا نظر بدین. صدا میاد اوکیه؟ آره. طالس اون پولی که داده بود و ضرر میکرد دیگه. آره، چون دیگه کسی نمیومد دنبال اون دستگاهه، میرفت تو جیب اون صاحب دستگاه عملا. و اون صاحب دستگاه میگوش که اوکی دیگه، حالا دستگاه رو به کار نمیندازم ولی یه پول اضافه ای در آوردم. این اولین جاییه که بحث اختیار معامله رو اصطلاحاً میگن مطرح شده و اون تفکری که توی این ابزار وجود داره اولین بار از اینجا مثلا میگن نشأت گرفته شده. خب بیایم بریم توی دنیا و ببینیم تو دنیا چه خبره. به بورس شیکاگو حالا یه تاریخچه‌ای داره که بحث اتفاقاتی که توی اروپا افتاد و اینا، چون اینا دیگه تاریخ بوده و ما مباحث مهمتری داریم، من ازش میگذرم، فقط مهمتریناشو میگم. ما الان بورس شیکاگو رو داریم که اولین و بزرگترین بورس رسمی اختیار معامله تو دنیاست و مرکز اصلی معاملات آپشن تو دنیاست. عملا انواع و اقسام ابزارهای اختیار معامله رو یعنی انواع اقسامی که حالا خود اختیار معامله دارن شما میتونید داخل این بحث بورس شیکاگو ببینید
ما خیلی از قوانینی هم که توی بورس ایران داریم مثل بحث وجه تضمین از بورس شیکاگو اعلام گرفته شده، یعنی رفتن دستورالعمل اونجا دیدن چجوری حساب میکنن، آوردن پیاده سازی کردن داخل بورس خودمون و یک مرجع حساب میشه عملا و خیلی پیشرفته ترین جا برای کسی که میخواد آپشن معامله کنه. بیایم داخل ایران. ما موافقت فقهی که گرفته شده درباره ابزارهایی که داریم تو سال 90 بوده. اول اوراق تبعی هم که انتشار پیدا کرد تو سال 93 بوده. دستورالعمل آپشن که تصویب میشه، اولین قراردادهای آپشن رو روی سهام خودرو، فولاد و فامری تو سال 95 داشت. اختیار معامله سکه هم تو اون سال عملا انتشار پیدا کرده، ولی خب هنوز که هنوز اونقدری طرفدار نداره. همین الان شما تو بورس کالا معامله شه اونقدر موقعیت بازار خیلی زیادی نداره. اما اولین قرارداد آپشن رو بر روی سهامش برای ما مهمه که حالا بعد از این داستان صندوق ها هم اومدن تو سالهای اخیر و اختیار معامله صندوق ها اون هم تو چند تا صندوق خیلی خوب طرفدار پیدا کرد و اصطلاحاً نقد شونده شد. خب ببینیم حالا کیا تو این بازار کار میکنن. 3 دسته افراد هستن توی این بازار در حال فعالیتن. دسته اول نوسانگیران میان با خاصیت اهرمی که این بازار داره، مثلا اهرم 6 میزنن روی ایران خودرو، حالا چه در جهت صعود چه در جهت نزول، با استفاده از حالا پارامترهایی که جلوتر با هم صحبت میکنیم از این خاصیت اهرمی استفاده میکنن و از تغییرات کوچیک قیمت دارایی میخوان یه سود خیلی خوبی رو کسب کنن. خیلی پر ریسک کار میکنن. نوسانگیری توی اختیار معامله کار به شدت پر ریسک. ریسک از این نظر که شما احتمال سود و ضررت خیلی زیاده، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که اگر اشتباه تشخیص بدی خب دیگه خیلی مبلغ زیادی رو ضرر میکنی، حالا نسبت به تخصیص سرمایه که میدیم که جلوتر صحبت میکنیم، ولی عملا کار پر ریسکه نوسانگیری توی بحث اختیار معامله. بحث دوم، فعالین دوم پوشش دهنده‌های ریسکن. اینا میان آپشن و سهام رو با هم ترکیب میکنن با استفاده از حالا دارایی سهامی که توی پورتفولیوشون هست و با استفاده از آپشن ها میان اون تأثیر نوسان قیمت دارایی رو توی پورتفولیوشون کم میکنن. یعنی میگن اگر اهرم ریخت من در نهایت ضرر نکنم، اگرم خود رو رفت بالا من سودش رو نمیگیرم. یعنی میان تأثیر اون حرکات قیمتی رو داخل پورتفولیوشون کم میکنن یا یه جاهایی هم به صفر میرسونن. یعنی میشه تنظیمش کرد. و بحث فعالین سوم که آربیتراژگران، یعنی میگن که توی 2 تا بازار، حالا بازار اختیار و بازار اصطلاحاً نقدی، میان از فرصت آربیتراژ استفاده میکنن. ما توی این دوره‌ای که در خدمتتون هستیم 3 تا نحوه تفکر 3 تا فعالینی که توی این بازار هستن رو به طور کامل پوشش میدیم. فقط اعتماد کنید و صبر کنید، جلوتر از کلاس نرید. دونه دونه همه اینا رو با هم صحبت میکنیم و میگیم که الان نوسانگیره توی این موقعیت داره چه فکری میکنه، پوشش دهنده ریسک داره چه فکری میکنه، اگر موقعیت آربیتراژ اتفاق افتاد آربیتراژگره چه کار میکنه. همه اینها رو دونه دونه با هم بحث میکنیم و باز میکنیم و اصطلاحاً کار عملیش هم با هم انجام میدیم. خب بیاییم چند تا تعریف کنیم، ببینیم اصلا آربیتراژ چیه، پوشش دهنده ریسک چیه، سفته بازی چیه، دارای پایه چیه و موقعیت چیه. ببینید آربیتراژ یه فرآیند خرید و فروش همزمان یک داراییه که توی حالا 2 یا چند بازار مختلف اصطلاحاً انجام میشه. خیلی ساده بگم، فرض کنین یه نفری هست توی بازار تهران زعفرون میفروشه و میاد یه مشتری براش میاد میگه آقا من زعفرون ازت میخرم مثلا 100,000 تومان. میگه آقا همین الان
چکشو میدی من فردا برم نقدش کنم؟ من میگه آره آقا من 100,000 تومان میدم. اون فردی که توی بازار تهران زنگ میزنه مشهد، میگه آقا زعفرون چند؟ میگه مثلا 90,000 تومان. میگه آقا 90,000 تومان من معامله رو بستم. میگه آقا اوکی 90,000 تومان بستم. توی این وسط من هزینه حمل و نقل و اینجور چیزا رو فاکتور میگیرم. ببینید نکته این معامله چیه؟ دو طرف قیمت ها رو فیکس کرده، یعنی دیگه تغییرات قیمتی نداره. ولی زعفرون همون زعفرونه، یعنی زعفرونی که توی مشهد داره طرف میخره میاره میده به همون مشتری توی تهران. عملا داره آربیتراژ بین مشهد و تهران رو میگیره، آربیتراژ بین بازار مشهد و بازار تهران. اگر قیمت احتمالی بود دیگه آربیتراژ نبود، میگفتش آقا من 100 میخرم، فردا بهت بگه 110 میخرم، یا از این مدل صحبت، یا حتی میتونست قیمت کم. ولی وقتی قیمت رو فیکس کرد با دو طرف، هم تو بازار مشهد هم تو بازار تهران، قیمت رو وقتی فیکس کرد داره آربیتراژ زعفرون رو توی بازار مشهد و تهران میگیره. ما تو بحث اختیار معاملات هم سیستم همینه، ما توی اختیار معاملات دنبال فرصتایی میگردیم که سود و زیانی که ایجاد میکنیم با دارای پایه برابر باشه. یعنی اگر زیان کرد تو اختیار معامله سود کنیم، اگر دارایی سود کرد تو اختیار معامله ضرر کنیم، ولی برایندش منجر به سود بشه، یعنی قیمت رو روی دوتا بازار با هم میبندیم. حالا تا اون تاریخ سررسیدی که داره که جلوتر با هم صحبت میکنیم. رو بحث آربیتراژ کسی سوال داره؟ همه متوجه شدیم آربیتراژ چجوریه؟ عالی. خب بریم تعریف پوشش ریسک یا هجینگ رو بگیم. ببینید هر وقت شما تأثیر نوسان رو، حالا میتونید نوسان مطلوب بگیرین، نوسان نامطلوب بگیرین که این نسبت به حالا تعریفی که توی ریسک وجود داره نسبت به اونا میسنجیم. اما در حالت کلی شما کاهش یا حذف ریسک رو میتونی بگی پوشش ریسک. حالا این ریسک میتونه مطلوب باشه، میتونه نامطلوب باشه. شما اگر نوسان رو از داخل پورتفولیو حذف کنی، تأثیر نوسان قیمت دارایی یا حالا آپشن، هر چیزی که توی پورتفولیو داری، هر کدوم از اینا رو تأثیر نوسانش رو حذف کنی، عملا ریسک اون رو کم کردی یا به صفر رسوندی و میتونی حالا تنظیمش کنی. پس پوشش ریسک صحبتی که انجام میده میگه آقا اون نوسانه هیچ تأثیری روی پول شما یا دارایی شما نداشته باشه. این هم از بحث پوشش ریسک. چند تا مثال هم میشه زد، حالا جلوترم یعنی قبلترم عرض کردم. مثلا اهرم رفت بالا من دیگه سودشو نگیرم، یا اهرم ریخت من دیگه نریزم. مثلا الان تو بازار خب مثلا با استفاده از پوت آپشن ها میشه این کارو کرد، با استفاده از کال آپشن ها میشه این کارو کرد. مثلا اهرم الان 2600 اومده شده مثلا 2400، 200 تومن نوسان داشته دیگه. من 200 تومن اگر تو بازار آپشن در بیارم ریسک اهرمم رو عملا پوشش دادم. اون تأثیر تغییر قیمت دارایی که حالا اینجا اهرم بوده رو اونو پوشش دادم. خب دیگه عملا پوشش ریسک انجام دادم دیگه. با استفاده از تغییرات قیمتی که آپشن ها داشتن اومدن پوشش ریسک رو انجام دادم. بحث بعدی بحث سفته بازی، حالا اصطلاحاً ترجمه سفته بازی، خب توی ادبیات مالی ما هم نوسانگیری اصطلاحاً جا افتاده، به خرید و فروش دارایی ها به قصد کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه مدت. این کلمه کوتاه مدت مهمه. این نوسانگیر به قصد سرمایه گذاری نمیاد تو بازار، یعنی منتظره که خب یه تغییرات قیمتی اتفاق بیفته، یا تیپی میخوره یا استاپ میخوره، اینجوریه. خیلی خیلی کوتاه مدت فکر میکنه. این خیلی مهمه، چون داریم مثلا تو بازار سهام یه سری باگ‌های رفتاری معامله‌گرا دارن، به قصد نوسان وارد میشه ولی خب میره تو ضرر.
ذهنش اجازه نمیده ضرر رو بپذیره، میشه سرمایه گذار بلند مدتی، ولی اگر این تفکر رو بیاره تو آپشنام امکان داره صفر بشه. چون شما توی بازار سهام هیچ وقت تاریخ انقضا که نداری، ماه بعد هست بازار، سال بعدم بازار هست، ولی تو آپشن این اتفاق نمیافته، تاریخ اعمال داره. اگر به این قصد وارد بشی که من میانگین کم میکنم و از این مدل باگ‌های رفتاری، امکان این که ضرر خیلی زیادی به خودت بزنی وجود داره. خب بحث بعدی بحث دارای پایه است. به دارایی گفته میشه که ارزش اون ابزار مشتقه بر اساس اون تعیین میشه. ببینید مثلا مثل آب پرتقال و پرتقال، یعنی اگه پرتقال گرون بشه طبیعتا آب پرتقال هم گرون میشه. حالا این پس میتونیم بگیم آب پرتقال قیمتش مشتق شده از قیمت پرتقاله. توی آپشن هم همینه، یعنی اگر مثلا من میرم اختیار خرید مثلا اهرم میخرم، قیمتش نسبت به قیمت اهرم تعیین میشه. اگر میرم اختیار فروش خودرو میخرم یا میفروشم، قیمت اون اختیار فروشه یا اصطلاحاً پرمیومش که جلوتر تعریف میکنیم بر اساس قیمت اون دارای پایه تعیین میشه. یه نمونه خیلی بارز داریم توی بازار خودرو، اصطلاحاً بهش میگن حواله. حواله اون خودرو با استفاده از که حالا اولا قیمت کارخونه و قیمت بازار آزاد یه نفر مثلا میخواد سود کنه، یه قیمتی روش میذاره رو حواله. اون حواله هم قیمتش با اونم یه مشتق شده از همون قیمت خودرو هست دیگه، یعنی بستگی داره تو بازار چقدر، تو قیمت کارخونه چقدر. این حواله هم یه نوع مشتق است، یعنی قیمت اون حواله نسبت به قیمت خودروه تعیین میشه. اما این حواله خیلی کار دارن توی ذهنتون، که بحث اختیار خرید و اینا خیلی مثال میزنن که کامل براتون جا بیفته. بحث بعدی بحث موقعیته. یعنی آقا تو بازار مشتقه موقعیت خرید دارم، موقعیت فروش دارم. ببینید اصطلاحاً وضعیتیه که اون معامله‌گر سرمایه گذار تو ابزار مشتقه داره، میگه آتی رو بفروش، یعنی تو موقعیت فروش آتی قرار بگیر. اختیار خرید رو بخر، سمت خرید اختیار خرید وایسا، موقعیت خرید بگیر. این بحث موقعیته، نشان دهنده این که حالا میرم زبان اصطلاحاً دانشگاهیشه دیگه، که نشان دهنده میزان تعهد یا قرار گرفتن در معرض ریسک در یک معامله است، که حالا جلوتر بیشتر با هم صحبت میکنیم سر موقعیت. یک سری تعاریف درباره موقعیت‌های باز و قیمت اعمال و پرمیوم و اندازه قرارداد و ایناست که اینا رو جلوتر وقتی که کال آپشن و پوت آپشن رو با هم مقدماتیشو گفتیم میایم این تعریف‌ها رو میخونیم و ازش استفاده میکنیم. من توی این جزوه تعریف‌ها عملا از قصد کنار هم گذاشتم که اون زمانی که اگر خواستی این جزوه رو بخونین از لحاظ ذهنی چند جا نخواهید تعریف بخونید. خب الان رسیدیم به آپشن ها. ببین آپشن ها دو دسته، یا اختیار خریدن یا اختیار فروشن. خب پس دو دسته شدن، اصطلاحاً کال آپشن یا پوت آپشن. من به خاطر اینکه تو موقعیت ها خیلی قابل فهم باشه صحبتامون، به اختیار خرید میگم کال آپشن، به اختیار فروشم میگم پوت آپشن. چون مثلا ما یه سری موقعیت مثلا خرید اختیار خرید خیلی از لحاظ ذهنی ممکنه که حلاجی کردنش ذره اذیت کنه، ولی میگم خرید کال، اینجوری خیلی بهتره. پس جای کال آپشن، جای اختیار خرید میگم کال آپشن انگلیسیش، و جای اختیار فروش هم که میگم پوت آپشن. خب ببینیم اختیار خرید چیه. ببینید بذارین تخته رو باز کنم و این رو ببند. خب تخته رو دارین، اوکیه؟ تخته هست. خب فرض کنید که شما آدم خوششانسی هستین،
این یه آقاییه که یه آدم خوششانس، یه دونه 207 برنده شده و این 207 رو از کارخونه خودرو براش اصطلاحاً قرعه کشی کرده و در اومده 207 رو برنده شد. الان 207 تو بازار چقدره؟ 1 میلیارد. من واسه این که خیلی روند در بیاد قیمت خودرو تو بازار آزاد 1 میلیارد میگیرن. قیمت خودرو. خب قیمت کارخونه چقدره؟ قیمت کارخونه 207 چقدر الان؟ 700. اینم 700 بگیریم. این آقا یه برگه دستشه که روش نوشته مثلا 1 ماه دیگه 700 بیار، خب 207 بگیر. درسته؟ روی حواله خودروش چنین چیزی نوشته دیگه. کسی تا اینجا سوالی داره؟ اینجاش خیلی مهمه. روی این حواله‌ای که این بنده خدا داره گفته آقا 1 ماه دیگه که زمان تحویل خودروته بیا کارخونه 700 تومن بیار 207 تو بگیر. تا اینجا اوکیه؟ مثبت میزنین اگر که اوکیه. عالی. خب شما این حواله رو چند میخری؟ شما به عنوان کسی که امکان اینو داری که این حواله رو بگیری بخری ازش، بری ماشین رو تحویل بگیری تو بازار آزاد بفروشی. نه منطق رو نگاه کنید. طرف هنوز پول نداده. خب طرف هنوز پول این 207 رو نداده. گفتن 1 ماه دیگه بیا پولشو بده. شما اگر فرض کنید این برگر رو بگیرین میگه که آقا 700 تومن 1 ماه دیگه بیار ماشین رو بهت بدن. شما میگی زیر 300 سقفش پس 300 دیگه. میگه آقا 700 میدم کارخونه 300 اگر بخرم سر به سرم، چون دیگه 1 تومن تو بازار آزاد میخرم. اگر بهت بگم اینو 100 میفروشم میخری؟ اگر بگم من اینو 100 میفروشم همه میخرید. درسته؟ چرا؟ چون سوده دیگه. میگه آقا 700 تومن میدم کارخونه 100 تومنم میدم به این بنده خدا در میاد 800 تومن تو بازار آزاد 1 تومن میفروشمش. 200 تومن سود میکنم. 200 رو چقدر سود میکنی؟ 200 رو 800 تومن سود میکنی دیگه. 700 که داری میدی کارخونه 100 تومن هم که به اینجا دادی. پس 800 تومن درگیر کردی عملا و تو بازار 1 تومن فروختیش 200 تومن سود کردی. درسته؟ تا اینجا اوکیه. به این برگه از حواله به این میگن اختیار خرید. یعنی مفهومش چنین چیزیه. میگه آقا یه پولی رو توی تاریخی بیار من بهت سهمو میدم. سهم همون خودرو است، ماشین است که میخواست بره بخره. پولی که بابت اختیار خرید میدید همین 100 تومن است که گفتین 100 میخرمش. قیمت اعمال هم همون 700 تومن است که باید بری بدی کارخونه که ماشینتو بگیری. پس ببینید اختیار خرید چجوری تعریف شد. یه قیمت اعمال داره که توی این مثال ما همین 700 تومن است. میگه آقا توی اون تاریخی که میخواستی ماشینتو تحویل بگیری 700 تومن بیار. پس این شد قیمت اعمال من. و 100 تومن هم که ما الان بابت حواله پول دادیم. یعنی 100 تومن شما پول دادی که وارد بازی بشی. 100 تومن دادی که بخوای بری ماشین رو تحویل بگیری. پس این میشه پرمیوم.
100 تومن پرمیوم است. پولی که دادی این حواله رو بخری، وارد بازی بشی. خب تاریخی که اعمال میکنی چیه؟ 1 ماه دیگه است دیگه. گفته آقا 1 ماه دیگه بیا ماشینتو بهت میدم. درسته؟ میگه آقا 1 ماه دیگه میام 700 تومن رو میدم به کارخونه، ماشینم هم میگیرم. حالا میرم تو بازار آزاد، میتونم بفروشم، میتونم نگه دارم، میتونم همه کاری بکنم. سر به سری شما چند شد اینجا؟ 800 تومن دیگه. درسته؟ قیمتی که شما سر به سری 800 تومنه، چون 700 تومن دادی کارخونه، 100 تومن هم دادی به اصطلاحاً حواله که میخواستی بخری. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا سوالی نیست. توی این بحث حواله اگر جایی سوالی دارین بپرسین، چون اینجا رو یاد بگیریم قدم اول خیلی محکم برداشتیم. عالی. خب من فایل ها رو بیارم. خب تخته رو ببند. قیمت سر به سر آقای زرین، شما 700 تومن میدی کارخونه، درسته؟ مثبت بزن که متوجه بشم که کامل فهمیدی. 700 تومن میدی کارخونه، 100 تومن هم دادی حواله، درسته؟ رو هم چقدر پول دادی؟ 800 تومن دیگه. پس اگر توی بازار بری 1 تومن بفروشی 200 تومن سود کردی. 200 تومن نسبت به چی حساب شد؟ نسبت به 800 تومنه دیگه. تا 800 تومن پول درگیر کردی. اون قیمت اعمال جزء پرمیوم نیست. چرا؟ بحث سر به سری رو جدا با هم صحبت میکنیم. شما قیمت اعمال رو جدا بگیر، پرمیومت هم جدا بگیر. یه بار دیگه مثال بگم. یه نفر پیدا شده 206 که قیمت کارخونش هست 700 تومن و قیمت بازارش هست 1 تومن، حواله‌ش رو میخواد بفروشه. اینجا نظرسنجی کردیم، دوستان گفتم ما این حواله رو 100 تومن میخریم. اومدیم چه کار کردیم؟ گفتیم آقا شما 700 تومن که باید بری بدی به کارخونه 1 ماه دیگه. کارخونه گفته 1 ماه دیگه بیا ماشینتو بگیر. 700 تومن که باید بری بدی به کارخونه، به این طرف کار نداره که. 100 تومن هم دادی این طرف که بری ماشین این بنده خدا رو بگیری، چون ماشین به اسم اون بوده دیگه، بعدم باید بری به اعلام بزنی. چقدر پول درگیر کردی؟ 800 تومن. یعنی در روزی که شما ماشین میاد دستت 800 میلیون جیبت رفته. 700 تومن دادی کارخونه، 100 تومن هم دادی به اون بنده خدا. حالا تو بازار 1 تومنه. همین ماشینی که الان دستت رو میدی تو بازار آزاد 1 تومن میفروشی و 200 تومن سود میکنی. 200 تومن رو چقدر سود میکنی؟ رو اون 800 تومنی که از جیبت رفته، رو اون 800 تومنی که درگیر کردی. اوکیه؟ مثبت بزن. عالی. خب حالا یه سوال بپرسم. اگه ماشین بشه 700 تومن چه اتفاقی میافته؟ فرض کنید 207 شد 700 تومن. شما چقدر ضرر میکنی؟ دیگه نمیری ماشین رو از اون کارخونه بگیری دیگه. 100 تومن ضرر میکنی. عالی. 100 که دادی ضرر میشه دیگه. یا من ماشین رو نمیخوام، اصلا نمیام تحویل بگیرم. خیلی راحت. میخوام برم ماشین بخرم، میرم تو بازار میخرم. 700 تومانی که توی کارخونه میخوام بدم با 700 که تو بازار صفرشو میخرمش فرقی نداره. دیگه درگیر کارخونم نمیشه. اوکیه؟ خب بیایم اختیار خرید و تعریفش رو با هم بخونیم. هر جاشو نفهمیدین هیچ اشکال نداره. یعنی اصلا تعریفش یه ذره ممکنه برای بار اول یه ذره سخت باشه. میگه کال آپشن یا اختیار خرید یک نوع قرارداد اختیار معامله است که به خریدار این حق و نه اجبار که یک دارایی پایه را در یک قیمت معین در یک تاریخ مشخص خریداری کنند. ببینید شمایی که رفتی حواله را
خرید کال انجام دادی، خرید کال آپشن انجام دادی. اسم این حواله بود اختیار خرید. شمایی که رفتی این حواله رو خریدی، خرید این کال آپشن رو انجام دادی. خرید اختیار خرید اصطلاحاً انجام دادی. اون کسی که به شما اینو فروخت، فروش کال آپشن انجام داد یا فروش اختیار خرید انجام داد. این شما بودی که میتونستی بگی آقا من ماشین رو میخوام یا نمیخوام. ولی اگر ماشین رو میخواستی دیگه طرف نمیتونست بگی آقا من ماشین رو بهت نمیدم که. من حواله دارم، اگر ماشینم رو بخوام باید بهم بدی. من حق اینو دارم که از این استفاده کنم یا نکنم. این دیگه بستگی به قیمت بازار داره که من 200 رو بخوام یا نخوام. ولی اگر خواستم باید 200 رو بدی. اصطلاحاً اون فروشنده‌ای که به شما اون حواله رو فروخته متعهده که به شما 207 بده. اشتباه کنم 206. اون فروشنده‌ای که به شما حواله رو فروخته 100 تومن گرفته، اگر شما 207 بخوای باید بهت بده. اگرم نخواستی که نخواستی. پس یعنی شما اختیار داری که این 207 رو بخوای یا نخوای. شما به عنوان خریدار میتونی از حقت استفاده کنی، میتونی نکنی. درسته؟ توی مسئله هم کسی مشکل نداره؟ مثبت بزنین که مطمئن بشم. اگر هر جا سوال دارین بپرسین. عالی. خب بریم روی تابلو. یه نمونه من آوردم. اختیار خریدها با ز اصطلاحاً ذات شروع میشن. زهرم، زستا، زخود و این مدل نمادهایی که دارن. زسپا، زتوان، زموج و غیره. یه شمارنده دارن و که این شمارنده ها رو ما با هم کامل بازش میکنیم. اینا چجوری هن؟ فعلا بیایم رو تعریفش. پس نماد این مثلا زستا 1227. خب که حالا این شماره چجوری اومده رو با هم بعدا صحبت میکنیم. شما از من فعلا بپذیرین که این نمادش زستا 1227. گفته آقا این اختیار خرید 60 یعنی اگر سمت خرید این وایسادی میخوای 60 بیاد تو پورتفوت. حواله 60. شما دنبال خریدن سهم 60 اگر داری این سهم رو، اگر داری این اختیار خرید رو میخری. خب یه قیمت اعمال داره 115 تومن. یه تاریخ هم داره 8/12. این حواله رو، تعریف حواله رو بیایم روی این پیاده کنیم. گفته آقا شما اگر این حواله رو خریدی، این اختیار خرید رو خریدی، تو تاریخ 8/12 بیا 115 تومنم بیار، من بهت 60 رو میدم. یه بار دیگه تعریف کنیم. میگه آقا اگر این حواله رو خریدی توی تاریخ 8/12 بیا. ببینید بغل این تاریخ قیمت اعمالش یه تاریخ هم زده. گفته تو تاریخ 8/12 بیا 115 تومنم بیار 60 تا بهت میدم. اگر 60 تا رفت مثلا شد 110 تومن، شما دیگه میری اینو اعمال کنی؟ خب آقا من قراره 115 بدم 60 تا بگیرم، خب 110 تو بازار میخرم. این همون ماشین است. ماشینه میگفت 700 بیار بهت ماشین بدم، این میگه 115 بیار بهت 60 تا بدم. اون ماشینه میگفت 1 ماه دیگه بیا، اینجا دقیق تر داره میگه 8/12 بیا. تا اینجاش اوکیه؟ عالی. حالا میگه چقدر پول بده بیای تو بازی؟ این حواله رو چند میده؟
آخرین معاملش چنده؟ 199 ریال، یا حالا بهتر حالا بگیم 20 تومن. میگه 20 تومن بده، الان 20 تومن بده، 8/12 بیا 115 بیار بهت 60 رو بدم. اون کسی که داره میفروشه داره این حرفو میزنه. خب فرض کنین الان این قیمته از 20 تومن. خب آخرین معاملش 20 تومن بوده. این 20 تومن شما سرسریتون چند میشه؟ یعنی فرض کن 60 تایی که الان میاد داخل پورتفوی شما چقدر بابتش پول دادی؟ یه 115 دادی، یه 20 تومن هم دادی، 20 تومن دادی وارد بازی شدی، 115 هم دادی رفتی 60 رو گرفتی روز 8/12. روز 9/12 حالا فکر کنم حالا پنجشنبه میشه، فرض کنیم حالا 9/12 روز کاری بعدش که 60 تا داخل پورتفوی شماست، بهای تمام شدهتون چنده؟ بهای تمام شده چنده؟ 135. آفرین، مرسی از دوستان. دوباره توضیح میدیم، هیچ اشکال نداره، دوباره توضیح میدیم. آقای ایزدپناه عزیز، ببین برادر، البته فکر میکنم حالا بزرگتر یا کوچکتر از بنده، ببخشید. یک ماشینی بود، یه حواله بود، میگفت 100 تومن بده، 700 تومنم بیار کارخونه بده، ماشینو بهت میدم. سر به سر شد چقدر؟ شد 800 تومن. چجوری حساب کردیم؟ گفتیم آقا موقعی که حواله رو خریدیم 100 تومن دادیم، موقعی هم که رفتیم ماشینو گرفتیم از کارخونه 700 تومن دادیم، پس رو هم 800 تومن از جیب ما رفت تا این ماشین برسه دست ما. روی این چی میگه؟ میگه آقا 20 تومن الان بده، 199 ریال دیگه، من رندش کردم 20 تومن، 200 ریال یا 20 تومن. حالا کارمزدا رو ولش کنیم، به کارمزدا بعدا میرسیم، منطقش رو یاد بگیریم. میگه آقا 20 تومن الان بده، این پول همون حواله است. 115 تومن هم 8/12 بده. شما روز کاری بعدی که این سررسید شد دیگه، اون حوالم که شما میری کارخونه سررسید شده دیگه، اولا این ماشین رو گرفتی، اینم همینه، اینم 8/12 سررسید شد، فردا 60 تا تحویل میگیری دیگه، دارایی تو تحویل میگیری. دارایی چقدر در اومده؟ میگه آقا من 20 تومن اول دادم بابت حوالهش، 115 تومن هم دادم که این اعمال بشه و اصطلاحاً 60 تا بیاد تو پورتفوم. خب رو هم 135 تومن برام آب خورد دیگه، 20 به اضافه 115 میشه 135 تومن. عالی. خب من حالا تعریف اینوستوپدیا چیزایی هم که حالا اصطلاحاً مرجع حساب میشن آوردم گذاشتم، هم تعریف انگلیسیش هم تعریف اصطلاحاً فارسیش. خب بیایم چند تا منطق رو با هم صحبت کنیم. آقا اگر شما میری این 200 شیشه رو میخری، انتظار داری قیمت بره بالا یا بریزه؟ فرض کن آدم دلالی هستی، اصطلاحاً نوسانگیری، دوست داری قیمته بره بالا دیگه، 200 شیشه رو گرونتر بفروشی. اینجا میای اینو میخری، انتظارت چیه؟ انتظارت اینه قیمت 60 بره بالا یا بیاد پایین؟ عالی، انتظار داره قیمت 60 بره بالا. به این درصد مرصدا نگاه نکنید. خب ذهنتون هنوز اون ساختارش به این درصدا نرسیده. این درصدا رو با هم باز میکنیم که اصلا این درصدا اونقدر چیزی نیست. خب به این درصدا حالا منفی و مثبتش فعلا نگاه نکنید تا حالا بریم جلوتر ببینید چه اتفاقی میفته. خب شما تو سایت TSC کافیه که سرچ کنین زستا، انواع کل قراردادهای زستایی که اختیار خریدهای 60 رو براتون میاره. چند تا نمونه ببینیم. الان مثلا زستا 0120 گفته قیمت اعمال چقدره؟ همین اولی رو دارم میگم،
گفته قیمت اعمال چنده؟ چقدر بیار؟ 600 ریال یا 60 تومن بیار. چه تاریخی بیار؟ چه تاریخی بیار این پولو؟ 20 فروردین میگه بیار. میگه 20 فروردین 60 تومن بیار، 60 تا بهت بدم. بعدیش گفته 70 تومن بیار. بعدیش گفته 80 تومن بیار. بعدیش گفته 90 تومن بیار. میبینید روی قیمت اعمال‌های مختلف ما اختیار خرید داریم. پایین‌ترش رو نگاه کنید. زستای برج 12. موس منو میبینید؟ موس من معلومه؟ معلوم نیست. نمیدونم از اینجا قلم خب ببینید، ببینم اینجا رنگشو از اینجا. خب ببینید اینو اول با هم بررسی کردیم. میگفتش که 60 تومن بیار تو تاریخ 21. درسته؟ یکی دیگه با هم بعد گفتیم این یکی گفته 70 تومن بیار، این یکی گفته 80 بیار. ببینید همش 21. ببینید همه تاریخ ها 21. چقدر بد شد. پاک میکنیم. تاریخ ها همه 21. یه سریشون گفته 70 80 90 100 110 140 150 160. گفته اینا رو بیار تا بهت 60 تا بدم. طبیعتا قیمت اصطلاحاً پرمیوم اینا با هم فرق میکنه. اوکیه؟ خب بریم توی این برج 12. ببینید اینا هم تاریخاش با هم یکیه. ببینید تا اینجا یه سریاش گفته برج 12 پول بیار، مثل همونی که با هم دیدیم. میبینی؟ اینا گفته برج 8 12 مثلا 95 تومن برده بیار. یکیشون گفته 8 12 85 تومن برده بیار. قیمت های اعمال مختلف در تاریخ های مختلف ما اختیار خرید داریم. یه سریاش هم اینجا برج 2 که حالا توی این صفحه سرچ جا نشده. اینجا گفته 10/2 404 80 تومن برده بیار. می‌بینید؟ کامل مشخص شد. پس توی تاریخ‌های مختلف و قیمت اعمال مختلف ما اختیار خرید داریم که اینا جلوتر یه چیز رو تشکیل میدن تحت عنوان زنجیره آپشن که اینو جلوتر با هم صحبت میکنیم. فقط گوشه ذهنتون خواستم این کلمه باشه. خب بریم کال آپشن یه بار دیگه. اینجا من به صورت شماتیک گذاشتم. این همون حواله است. کال آپشن همون حواله هست. این همون پول اعمالشه، پولی که میدادی کارخونه و اینجا داری دارایی میگیری. همون مثال که اینجا گفتیم 115 به اضافه 20 تومن که میشد سر به سری شما 135. قیمت 60 توی همون موقع بوده 133.5. حالا بگیرید 134. میبینید یه ذره سر به سری شما بالاتره. ما با همین چیزا خیلی کار داریم. اینکه چقدر بالاتره اینا همه رو با هم صحبت میکنیم. مثلا از داخل اینا استراتژی میکشیم بیرون. ولی در نظر بگیرید یعنی سر به سری یه ذره بالاتره. میبینید کاملا مشخصه دیگه. اون موقع 60 بوده 133.5. اینم بوده 20. خب بریم پوت آپشن. تا اختیار خریده کسی سوال نداره؟ جا افتاد تعریف اولیش؟ منطقش رو فهمیدین چی میگه؟ یه مروری هم بکنم. یه طرف دارایی میخره، یه طرف دارایی میفروشه. اون حواله داره کار میکنه این وسط، اون قرارداده داره کار میکنه.
که اونی که این حواله رو خریده یا داراییشو میخواد یا نمیخواد. ولی اگر داراییشو خواست باید بهش داراییشو بدی. سمت خریدش اختیار داره، سمت فروشش تعهد داره. خب بریم بیمه. اصطلاحاً اختیار فروش یا بیمه. چند نفر تا الان موبایلشون رو بیمه کردن؟ چند نفر تا الان موبایلشون رو تو اینجا بیمه کردن؟ خب نداریم. شما مثل من فکر میکنید. من هم ای کاش بیمه میکردم. ببینید توی شهریور امسال یه نمونه از خودم مثال بزنم که کامل جا بیفته. تو شهریور امسال من یه گوشی داشتم که 40 میلیون میارزید. خب قیمت نوش بود 40 میلیون. اون موقع قیمت بیمه کردن این گوشی بود 1 میلیون تومان. بیمه مثلا سامان میگفتش آقا 1 میلیون بده تا 1 سال اگر گوشی تو بردن من پولشو میدم. درسته؟ به نظرتون اگر گوشی منو میبرد چقدر دست منو میگیره؟ فرض کن 40 میلیون میداد. من 1 میلیون اول داده بودم، 40 تومن اون بهم میداد، 39 تومن ته جیبم میمون دیگه. میگفتم بیا 1 تومنو بگیر. گوشیمو زدن، آقا چپ کردم، گوشیمو اومد دزد زد و خب 39 تومن میومد تو جیب من به صورت خالص. اگر گوشیمو نمیزدن چی؟ من چقدر ضرر میکردم؟ اگر گوشیمو نمیزدن من 1 تومن ضرر میکردم دیگه، پول بیمه دادم. برای ماشینم همین کارو میکنید دیگه عملا. میگه آقا من بیمه شخص ثالث میکنم، اگر تصادف کردم پول بیمه باید پول منو بدی، پول خسارتمو بدی. اگر که تصادف نکردم خب فدای سرم، بهتر که تصادف نکردم و خدا رو شکر پول بیمه هم که رفتم فدای سرم. پول بیمه ای که دادم خدا رو شکر که تصادف نکردم، نخواستم از اون بیمه استفاده کنم. درسته؟ اون بیمه نامه هست. این بیمه نامه که این وسط داره امضا میشه بین شما و اون شرکت بیمه، به میگن اختیار فروش. اسمشو بذاریم اختیار فروش یا پوت آپشن. میگه چی؟ میگه اگر چپ کردی اصطلاحاً با ماشین، بیار بیمه بدنه پولشو میده. اگر گوشیتو زدن بیا بیمه پولشو میده، پول گوشیتو میده. پس یه پولی شما میدی که داری یه چیزی بیمه میکنی دیگه. یه پولی الان داری میدی. من الان بابت اینکه گوشیمو میخواستم بیمه کنم باید 1 تومن پول میدادم. شما که میخواستی مثال ماشینتو بیمه بدنه کنی باید یه پول بیمه بدنه همون اول میدادی. تا یه تاریخی هم داره میگه آقا تا 1 سال بیمه بدنه داری. گوشیت هم میگه تا 1 سال من بیمه سرقت میکنم. این 1 تومنی که شما دادی مال 1 ساله. بیمه ماشین هم که انجام میدین سالانه دارین تمدید میکنین دیگه. حالا این که پس یه تاریخی هم داره این وسط. درسته؟ این داستان همه متوجه شدن؟ بریم روی پوت آپشن. عالی. هر کسی متوجه نشده بهم. خب اون بیمه نامه رو پس گفتیم اسمش چیه؟ اسمش پوت آپشنه. خب با ت دسته‌دار شروع میشه. پس با ت دسته‌دار نمادها شروع میشه. این که حالا عددش چجوریه بعداً با هم صحبت میکنیم. توی این مثال ببینید نماد تستا 1228 برای همون 8/12، برای همون تاریخی که نام اختیار خریدش بود، اختیار فروشش هم همون تاریخ. گفته آقا 8/12 اگر 60 رفت پایین 125 من ازت میخرم. ببین شما میگه آقا من بدبخت شدم 60 رفت پایین، رفت شد 110 تومن. ایا از کی رو من بالا میخره؟ میای
این اختیار فروشه بهت میگه آقا من 125 ازت میخرم. بیمش کردی دیگه، بیمش کردی که نریزه. 60 تو با هم صحبت میکنیم، همه اینا رو با هم صحبت میکنیم، ما بقیه حروف نماد رو با هم صحبت. میگه آقا من 60 الان بوده 130 تومن، 135 تومن، 140 تومن. من از 140 تومن الان یهو شد 110 تومن. من 30 تومن اومدم پایین. ایان ناس یکی پیداش اینو بیمه کنه. می قرارداد داره که شما اینو بیمه کنی. این قرارداد رو 125 بیمش میکنه. میگه چقدر بده برات بیمش کنم؟ قیمتش چقدر الان؟ 11 ریال یا 1 تومن. خیلی ساده ببینید 1 تومن. یا آقا 1 تومن بده، من 60 تا رو 125 بیمه میکنم. اوکیه؟ حالا اومده 60 تا، شما اینو خواستی بیمه، این 60 تا اینجا بیمه کردی. 60 تا شد 150 تومن. به این میفروشی 60 تا 125؟ اگر 60 تا باشه 160 تومن، شما 60 تا 125 میفروشی؟ هیچ وقت نمیفروشی. میگه آقا من 60 تا رفت بالا، چرا باید بیام به تو بفروشم؟ پس این 1 تومنی که دادی عملا عجیبت رفته دیگه، پول بیمه نامه دادی. میگه باز خدا رو شکر 60 تا شد 160 تومن، من پول بیمه نامم فدا سرم. ولی خدای نکنه که مثلا 60 تا بشه 100 تومن. میگه آقا بیمهش کردم دیگه ضرر نمیکنم، رو 125 بیمه است. یه هر چه 125 بیاد پایین من ضرر نمیکنم. اصطلاحاً کف زیانو بستی. حالا اینجا با هم منطقا رو دوباره صحبت کنیم. شما وقتی 60 تا بود 160 تومن دوست نداشتی بیای پوت آپشن تو اعمال کنی، از اختیارت استفاده نکردی. گفتی آقا من هیچ وقت نمیام 60 تایی که 160 تومنه به تو 125 بفروشم، من اختیارم رو اعمال نمی کنم. ولی اگر 60 تا بشه 100 تومن از اختیارت استفاده میکنی. میگه آقا من وقتی اومدم اینو رو 125 بیمه کردم، یا اصطلاحاً مثال من وقتی گوشیمو زدم باید پولمو بدی. تو تعهد داری پول منو بدی. اگرم من نیومدم دنبال پول گوشیم، خب نیومدم دیگه. اینکه کی داره استفاده میکنه، من خریدار تعیین کنندم، منی که بیمه نامه رو خریدم تعیین کنندم که آقا از این بیمه نامه استفاده کنم یا نکنم. اگر اصطلاحاً داراییم به مشکل خورد، داشت بهم ضرر میزد، خب میرم از اون بیمه نامه استفاده میکنم. ولی اگر از داراییم نتونستم و داراییم اصطلاحاً رفت بالا یا اصطلاحاً به من ضرری نزد، من دیگه از بیمه نامم استفاده نمی کنم. پول بیمه نامه رو ضرر کردم. اوکیه تا اینجا؟ تا اینجاش مشکلی نیست، سوالی نیست. عالی. خب ما یه اسلاید دیگه هم ببینیم و چند دقیقه استراحت بدیم به دوستان. ببینید شما تستا داخل TSC که سرچ بفرمایید قیمتاشو میاره، تاریخاش هم میاره. تاریخاش با اون اختیار خریده یکیه. تاریخاش با اختیار خریدها یکیه. اگر مثلا ما اختیار خرید داریم تو تاریخ 21، اختیار فروش هم تو تاریخ 21 داریم. اگر 8/12 اختیار خرید داریم، 8/12 اختیار فروش هم داریم. و اونا با ز شروع میشن، اینا با ت شروع میشن. زستا و تستا. حالا این که برای 60 تا بود. خب ببینید روی قیمت‌های مختلف بیمه نامه صادر شده. ببینید و تاریخ‌های مختلف. این مثلا 21 رو 110 تومن بیمه میکنه. این مثلا
21 روز 150 تومن بیمه میکنه. میبینید الان مثلا 60 تا از 100 و 130 تومن، مثلا این الان بیمه کرده دیگه رو 150 تومن. اوکیه؟ این نمونه هایی است که توی بازار هست و ما همه اینا رو به صورت کلی که میبینیم، به صورت جزئی و داخل ریز میشیم و استراتژی اصطلاحاً به کار میگیریم. خب اگر دوستان موافق باشن 10 دقیقه بریم استراحت. اوکیه؟ سوال پرسیدن باید تا روز سررسید صبر کنیم؟ نه. میشه گفت ما از اختیار فروش برای کاهش ضرر استفاده میکنیم؟ در سطح مبتدی بله. چند تا سهم از سهمایی که بیمه هستن رو مثال میزنید. هر دارای پایه‌ای که آپشن داره بیمه نامه هم داره. اهرم، شستا، خودرو، خساپا، حالا جلوتر نشون میدم. عالی. من مفهوم اختیار فروش رو متوجه نشدم، دوباره توضیح میدم. اوکیه. فیلم هم میتونیم ببینیم، همون بیمه نامه است. یه طرف شرکت بیمه، یه طرف هم که شما بودی. یه ذره فکر کنین بهش، اگر جا نیفتاد دوباره بپرسین که حالا فیلم رو ببین، اگه دوباره نشد دوباره توضیح. خب ما 7 و 15 دقیقه 7 و ربع شروع میکنیم ادامه جلسه رو.
سلام مجدد. صدای بنده رو دارین؟ صدای بنده هست؟ عالی. خب بحث اختیار فروش چند تا دوستان سوال داشتن. من یه بار دیگه سریع مبحث رو مرور کنم توی این شکلی که اینجا داریم. ببینید توی اختیار فروش یه بیمه نامه ای بود، به این میگن بیمه نامه، که شما به عنوان خریدار رفتی این بیمه نامه رو داری تو دسته، رفتی با شرکت بیمه قرارداد بستی، گفته دارایی تو بیار، اگر ماشین چپ کرد ماشینتو بیار بعد خسارت بدم، اگر داراییت ریخت بیمه نامه‌تو با داراییت بیار پولتو بگیر. من برات بیمش کردم. ببینید الان اینجا توی این مثال 60 بوده 133 تومن، درسته؟ ولی میگه رو 125 تومن، یعنی 10 تومن پایین تر تقریبا من برات 1 تومن بده بیمش کنم. یا آقا من ته ضرری که میکنم 10 تومن، مثلا اینجا 1 تومنم، اینجا 11 تومن من ضرر، ولی رو 125 رو اگه 60 شد 110 تومن، دیگه من 15 تومن کمتر ضرر کردم. بیمه است، میگه آقا زیر 125ش با من، اون شرکت بیمه یا اینجا توی فروشنده پوت آپشن، تو شرکت بیمه شما میرفتی از کی میخریدی؟ از شرکت بیمه دیگه، تو بیمه نامه میرفتی شرکت بیمه نامه میخریدی دیگه، از شرکت بیمه میشه فروشنده بیمه نامه. توی این پوت آپشن هم همینه، یک نفر وایساده میگه 1 تومن بده، 125 تومن 60 به پایینش با من، داره عملا کف زیان شما رو 125 میبنده. اوکی شد؟ مثل حد ضرر گذاشتن. آره ولی تا این تاریخ دیگه، تاریخش مهمه، تاریخ مهمه. شما بیمه نامت هم مثلا میگه 1 سال، این ولی اینجا میگه آقا مثلا روز 8/12 تا روز 8/12. شما توی زودتر هم یه بیرون از معامله کار نداری، ولی این تاریخ سررسیدش مثل همون تاریخ بیمه نامه است. خب این تابلویی که شما تو آپشن ها میبینی، یعنی وقتی سرچ میکنی مثلا زستا 1227 که باز میکنی، این تابلویی که روی شما باز میشه. یه سری تعاریف داریم اینجا که توی اون بحث تعاریف من دونه دونه اینا رو آوردم، اینجا دونه دونه توضیح میدم. ببینید یه قیمت داشتیم که این همون پرمیوم است. سوال پرسیدن که اگر خود سهم رو نداشته باشیم اما اختیار فروش رو بخریم سررسید چه اتفاقی میفته؟ اگر سهم بره بالا که صفر میشی، چون دیگه اون اختیار فروشه قیمتی نداره. ولی اگر سهم بیاد پایین، قیمت سهم بیاد پایین، اون بیمه نامه شما قیمت پیدا میکنه. مثلا سهم هم نداشته باش ولی برگه بیمه نامت ارزش داره، اون موقع است که دیگه میتونی مثلا با این ارزش بازی کنی و کسب سود کنی. اینا رو حالا جلوتر صحبت میکنیم کامل. ولی تو اختیار فروش خریدن، تو فروختنش که هیچی، اصلا اون که بحثش شده، تو اختیار فروش خریدن هم لزوما شما نباید سهم داشته باشی. اون کسی که اگر سهم داره واسه جلوگیری از ضررش میتونه این کارو بکنه. اما اگر شما فکر میکنی که میره زیر 125 تومن تا اون تاریخ، تو این حالا مثالی که بود، بخر، اون بیمه نامه ارزش پیدا میکنه، اون برگه‌ای که دستته ارزش پیدا میکنه تا اون تاریخ. اون تاریخ مهم. اوکی شد آقای ایزدپناه؟ متوجه شدی؟ عالی. خب توی تابلو آپشنا داشتم توضیح میدادم. این قیمت اعمال بود که اینجا 115 تومن بود و تاریخ اعمال بود، اینجا هم که نمادش بود. تا اینجا که مشکل. این قسمت حقیقی حقوقی رو کامل بذارین کنار. اصلا تابلو خوانی توی این مدل حقیقی حقوقی زیاد چیز نداره، اصطلاحاً کاربردی نداره، چون شما نمیدونی که اون طرف دارایی داره نداره، داره چی کار. توی این حقیقی حقوقی رو کلا بذارین کنار. یه جاهای نکته های میگم، ولی
البته کلیش کلا بذارین کنار. یه دونه اندازه قرارداد داریم اینجا، یه دونه اندازه قرارداد اینجا داریم نوشته 1000. به این معناست که هر یک دونه قرارداد یعنی 1000 تا داره. یعنی اگر یه دونه قرارداد خریدم معادل 1000 تا دارایی، یه دونه زستا خریدم 1000 تا 60 تا میاد تو پورتفولیو، 2000 تا 60 تا خریدم 2 میلیون تا برگ سهم 60 تا میاد توی پورتفولیو. اون تعداد قرارداد ضرب داره اندازه قرارداد میشه و میشه تعداد سهامی که شما داری روش اصطلاحا معامله میکنی. یعنی الان مثلا اینکه اینجا گذاشته 12 اگر 18 و 3 بخره یعنی 12000 تا 60 تا گفته آقا من میام 115 تومن پول میدم و میگیرم. این 12 ضرب داره این 1000 شد، 1000 که اندازه قرارداد. پس اندازه قرارداد نشون میده که آقا من رو چه تعداد دارایی دارم حساب باز میکنم. این اندازه قراردادها تو به صورت عمومی 1000 تاست. یه چند تا استثنا داریم که جلوتر میرسیم، ولی شما در حالت کلی ساختار ذهنیتون رو در نظر بگیرید که هر تعدادی که اینجا هست ضرب داره 1000 میشه. یعنی اگر این یه مثال دیگه که اگر صحبت کنیم، مثلا اینی که 199 بود و 180 تا باقی مونده، بگه آقا 180,000 تا 60 تا بهت میدم، اونی که داره این حواله رو میفروشه تعداد 180 گذاشته، 180 حجمشه چرا نمی‌نویسه 180 ضرب داره این اندازه قرارداد 1000 مساوی میشه با 180,000 تا برگ سهم 60 تا. یعنی 12,000 تا سهم 60 تا رو 115 تومن پول میده که بخره. آره ضرب داره 1000 میشه. این اندازه قرار داده نشون میده که آقا شما این ضرب در چند میشه، این تعدادی که اینجا وارد میکنی. یه تعداد قرارداد داریم، یه اندازه قرارداد. حجمی که شما روی سهم داری در نظر میگیرید ضرب در اندازه میشه و اندازه‌ش هم به صورت جنرال 1000. تا اینجا اوکی شد؟ کسی سوال نداره روی اندازه قرارداد؟ به خاطر اینکه حجم اینا زیاد نشه این کارو کردن، یه اندازه قرارداد گذاشتن. تو بازار جهانی مثلا تو آمریکا این 100، حالا تو ایران این 1000. چیز خاصی نیست، ضرب داره اون عدده میشه دیگه. روی تعدادی که شما وارد میکنی تاثیر میذاره. خب میمونه یه مبحث دیگه به نام موقعیت باز. میبینی موقعیت باز، کاربران من دارم اینجا میبینم، میخوام این مثالی که موقعیت باز رو توضیح بدم با استفاده از کاربران توضیح بدم. فرض کنید من و آقای حضوری با هم یک قرارداد معامله میکنیم. یعنی این تخته رو بیارم که خیلی راحت بتونیم اینو با هم صحبت کنیم. خب اینا هم پاک کنیم. خب اینجا مظفری، اینجا حضوری. داریم اختیار خرید با هم معامله میکنیم. یه زستام اینجا هست که این قرارداد است. من اینجا یه دونه اوردر میذارم، این حجمه. اینا چیه؟ حجم. اینجا هم حجم. یه دونه اوردر میذارم معادل 1000 تا 60 تا. میگم آقا یه دونه من اینجا حجم قیمتش اصلا کار نداشته باشه. یه دونه من فروشندم. آقای حضوری هم میاد یه دونه حجم میذاره اینجا و ما با هم معامله میکنیم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یک قرارداد بین من و آقای حضوری بسته شد. یعنی من اینجا متعهد شدم که 60 تا رو بدم به عنوان فروشنده. آقای حضوری هم گفتش که آقا من اگر خواستم باید بهم 60 تا بدی
و اینم شد خریدار. آقای حضوری هم شد خریدار. اینجا موقعیت های باز چه تغییری میکنه؟ میگه آقا یک موقعیت باز ایجاد شد، یعنی یه خریدار و یک فروشنده هستن که با هم معامله کردن و یک موقعیت باز ایجاد کردن. این یک دونه از کجا اومد؟ از این حجمه اومد. میگه آقا 1000 تا 60 تا قرار روی این زستاه جابجا بشه. اگر آقای حضوری بخواد 1000 تا 60 تا جابجا میشه. میاد فردا من اوردر میذارم 3 تا، آقای حضوری هم میاد میذاره 4 تا. 4 تا اوردر میذاره حجم. فرض کنید 3 تاش معامله بشه. توی اینجا یه دونه معامله شد و یه دونه شد موقعیت باز. توی اینجا هم فرض کنید 3 تاش معامله بشه. تعداد موقعیت باز دیروز چند تا بود؟ یکی. 3 تا هم اینجا اضافه شد، رو هم میشه 4 تا. پس اینم معامله جدید. پس میاد میگه که آقا الان موقعیت‌های باز زستای 4 تاست. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای حضوری به عنوان خریدار خواست این حواله‌شو اعمال کنه، این اختیار خریدشو اعمال کنه، 4000 تا 60 تا قراره جابجا بشه. ببینید تعداد قرارداد داریم صحبت میکنیم. ضرب در اندازه قرارداد شد. یعنی 4 ضرب در اندازه قرارداد که 1000 تا بود. 4000 تا قراره ایجاد بشه. روز سوم چه اتفاقی میفته؟ حضوری میاد میگه آقا من 3 تا خریدار، من اینجا 4 تا خریدار بودم دیگه، 3 تا اینجا برداشتم، یه دونه هم اینجا برداشتم. میام یه دونهشو میفروشم به آقای فکوری، یه دونهشو میام میدم به آقای فکوری. اینجا موقعیت‌های باز به نظرتون اضافه میشه یا کم میشه؟ کم. موقعیت آقای حضوری کم میشه. موقعیت‌های کل چی؟ حجم معامله میشه 5، موقعیت باز میشه 3. هیچی نمیشه. آقای سقایی درست گفت. هیچی نمیشه. همون 4. آقای حضوری موقعیتش رو انتقال داد به آقای فکوری. مگر تو سهمی که از من رفته بود، من که هنوز 4 تامو دارم، که منی که باید سهمو تحویل میدادم که 4 تامو دارم. من بالاخره باید 4000 تا سهم بدم. حالا 3 تاش میشه واسه آقای حضوری، یکیش میشه واسه آقای فکوری. موقعیت وقتی که آقای حضوری که موقعیت داشت و به یک کس دیگه انتقال داد، موقعیت باز ما تغییر نمیکنه. اگر بیاد ببنده با خود من ببنده، بله، یعنی ما قبلا جای خریدار و فروشنده عوض بشه. من قبلا فروشنده بودم، بیام خریدار بشم و کلا از معامله بیام بیرون. ولی با خود آقای حضوری ببندم، چون اونم داره موقعیتاش کم میشه، موقعیتات در حالت کلی کم میشه. کسی سوال داره تا اینجا؟ فهمیدی موقعیت باز چجوری ایجاد میشه و کم میشه؟ موقعیت باز هم تعداد و کل اوراق اختیار هست که شرکت منتشر کرد در زمان قیمت اعمال. نه، من 2 تا معامله‌گر دارم معامله میکنم. اصلا اینکه شرکت باشه یا نباشه مهم نیست. 2 تا معامله‌گر با هم دارن اوردر میزنن و دارن با هم معامله میکنن. اینجا من بودم و آقای حضوری دیگه، داشتیم رو تابلو داشتیم با هم معامله میکردیم. من داشتم میفروختم، آقای حضوری داشت میخرید. آقای حضوری میخواد 60 تا بیاد تو پورتفولیوش، من میخواستم 60 تا از پورتفولیوم بره بیرون. تو همون قیمت اعمال هم هست دیگه. داریم بر روز زستای معلومه، تاریخش معلومه، پرمیوم معلومه، همه چی معلومه، قیمت اصلا همه چی اوکی. اوکی شد؟ خواهش میکنم. روی این کسی سوال داره؟ روی این بحث موقعیت باز؟ استاد من متوجه نشدم چرا تغییر نکرد. یه بار دیگه توضیح میدم، چون اینجاش یه ذره ذهن باز میخواد. اوکی میکنم. ببین برادر، یکی بود خریدار،
یکی بود فروشنده. درسته؟ اینجا من بودم به عنوان مظفری، اینجا هم آقای حضوری بود. ما با هم 4 تا قرارداد معامله کرده بودیم. آقای حضوری خریده بود و من فروخته بودم. درسته؟ تا اینجاش که مشکلی نیست. اول صبح یعنی فرداش، فرض کن فرداش که میایم، حضوری مثبت 4 تا موقعیت باز داره، 4 تا اختیار خریده. مظفری چند تا داره؟ منفی 4 تا. درسته؟ آقای حضوری میاد از این 4 یکی کم میکنه میده به آقای فکوری که خود شما هستی. فکوری میشه مثبت 1، حضوری میاد تبدیل میشه به چند؟ منفی 1. ازش کم میشه. مثبت 4 هم که بود. تا اینجا اوکیه؟ این وقتی که معامله شد. بریم حالا با هم جمع بزنیم. منی که اینجا بودم که سر جامم، من که معامله نکردم که، منفی 4. شما فکوری شدی مثبت 1، آقای حضوری هم شد مثبت 3 دیگه، یکی داد به شما. این جمعش میشه 4 تا، این ورم که بود 4 تا. موقعیت باز همونه دیگه. فقط انتقال داد به شما. موقعیت جدیدی ایجاد نشد. فقط انتقال پیدا کرد به یکی دیگه. مثل این میمونه حواله رو شما بخری، بری حوالت به یکی دیگه انتقال بدی. تعداد خودرو تو ماشین، تعداد خودرو تو کارخونه مگه اضافه کم میشه؟ شما حواله رو خریدی 100 تومن، برو بفروشش به مثلا پسر خالت، بفروشش 150 تومن. 50 تومن گذاشتی چی؟ ولی تعداد خودرو عوض نشده، همون خودرو. عالی. خب من تخته رو ببندم، بریم روی موقعیت‌های. اینم اینجا. خب توی تابلو آپشن بودیم اینجا. موقعیت باز این چرا این باز شد؟ نه، باید وایت بورد این باز میشد. وایت بورد. خب موقعیت باز این چند تاست؟ من راندش میکنم. 229,000 230,000 تاست. 230,000 تا موقعیت باز داره. چند تا سهم قراره جابجا بشه اگر اعمال بشه؟ ضرب در تعداد قرارداد دیگه. 230,060,000 تا باید روی این قرارداد اگر درخواست بدن جابجا میشه. اوکیه؟ 230,060,000 درست. 230,000 تا موقعیت باز داره، ضرب در 1000 میشه 230,060,000 قراره جابجا بشه. پس چجوری ممکنه کم بشه؟ خانم ربیپور پرسیدن. چجوری ممکنه کم بشه؟ وقتی که من و آقای حضوری با هم قراردادامون رو آفست کنیم، با هم ببندیم. من که 4 تا داشتم، بیام 3 تا آقای حضوری رو با هم چیز کنیم، اصطلاحاً آفست کنیم. آقای حضوری خریده بفروشه قراردادشو، منی هم که فروخته بودم بخرم. با هم که موقعیت باز داریم با هم روبروی هم ببندیم. یا بیام یه دونه از آقای فکوری من با هم آفست کنیم. اگه با آقای فکوری آفست کنم که یه دونه داشت، یه دونه موقعیت کم میشه. اگر با آقای حضوری کلشو ببندم 3 تا موقعیت کم میشه. اگر با هر دو عزیز موقعیتامون رو آفست کنیم، موقعیت‌های باز به 0 تبدیل میشه دیگه، میرسه به 0. دیگه تو موقعیتی نیستیم. عالی. خب توی موقعیت‌های باز، پس اینم بحث تعریف موقعیت‌های باز که آقا اون مقداری که قراردادهایی که این دوتا معامله‌گرا اومدن با هم معامله کردن. الان
روی این مثال 230 میلیون 60 تا اگر خریدارا بخوان باید جابجا بشه. خب روی پوته نگاه کنید. روی پوت آپشن هم دقیقا همین سیستمه. اومد یه قیمت داره، موقعیت باز داره، اندازه قرارداد همون نظام. می‌بینیم تعداد موقعیت بازه خیلی بیشتره. توی قبلیه 230,000 تا بود، اینجا الان 1 میلیون و خورده. این 1 میلیارد تقریبا 60 تا قراره مثلا اینجا بیمه شه اگر 60 تا بره زیر 125 تومن. 1 میلیارد و 200,000 تا برگسن. طرف نمیاد تو بازار بفروشه. مثلا اینجا فرض کنیم بیمه کرده. این مدلی فرض کنیم. مثلا این که الان 4000 تا اوردر گذاشته، 4 میلیون 60 تا درگیره. اینی که 10,000 تا گذاشته 10 میلیون 60 تا درگیره. حالا نه لزوما منظورم اینه بحث خرید و فروششه دیگه. رو پوتا بحث حالا پوتایی که این مدلیان جلوتر میرسیم که سیستم چه اتفاقی میافته که مثلا حجم و وزن وقت اینجوری بالا میره. ولی خب یه چند تا آیتم دیگه هم هست که اینجا تعداد معاملات که مشخصه. چطوری شده 1,200,000 تا؟ خیلی راحته دیگه. فرض کنید 4,000 تا اینجا بود، 2,000 تا مثلا از این ورش 2,000 تا ایجاد شده. درسته؟ 4,000 تا این بر میخواست بخره، 2,000 تاش از این برداشت، 2,000 تاش میمونه. 2,000 تا موقعیت ایجاد شد. همینجوری 2,000 تا 4,000 تا 5,000 تا همینجوری موقعیت ایجاد شده تا این لحظه بازار 1,282,000 تا موقعیت باز وجود داره. جمع تعداد موقعیت بازه دیگه. خواهش می‌کنم. خب یه تعداد معاملات داریم که اینکه مشخصه چه تعداد معامله انجام شده. حجم معاملات رو داریم. این اندازه این قرارداد واحدش. یعنی از اون موقعی که من داشتم اینو عکس برداری میکردم 713,000 تا معامله شده. این مثلا 4,000 تا 2,000 تا 10,000 تا جمعش که میزدیم میشد 713,000 تا. ارزش معامله هم که داشته چقدر بوده؟ عدده رو بخونیم. عدده رو بخونیم بی زحمت. دوستان تابلوخان، این قرارداد ارزش معاملاتش چقدر بوده؟ 8,000 میلیارد. اون پوینته. 800 میلیارد، 800 میلیون، 858 میلیارد. اون نقطه است، جدا کننده نیست، نقطه است. 858 میلیون تومن. اون ریال دیگه. اوکیه؟ فهمیدی؟ اوکی شد؟ عالی. میمونه یه ارزش مفهومی معاملات. یه ارزش مفهومی معاملات رو توضیح میدم جلوتر. خب زنجیره آپشن‌ها رو بگیم و بریم سراغ نقشه رو. ببینید توی زنجیره آپشن، خب توی این تابلویی که ما اینجا داشتیم میدیدیم، توی اینجا ببینید تستای 0 1 20، تستای 0 1 22، تستای 0 1 23 24 25 همینجوری به ردیف شده. این عدده از کجا میاد؟ این 0 1ش که مال ماهشه. مثلا 0 1 مال فروردینه، 12 مال برج 12، 20 مال برج 2. حالا اینکه چرا نشده 0 2 نمیدونم، ولی این دو رقم اولش نشون دهنده ماهشه. خب بقیه‌اش هم شمارنده است، یعنی 20
21 22 23 24 همینجوری که میاد پایین نسبت به اعمال مختلف این عدد جابجا میشه. یعنی مثلا 22 80 تومن، 23 90 تومن، 24 100 تومن، 25 110 تومن. همینجوری این شمارنده روی قیمت های اعمال هرچی میره بالاتر حالا تعدادش اضافه میشه. خب حالا مطابق اینم که دیدین دیگه ما اختیار خرید داشتیم، یعنی ما هم زستا 020 داشتیم هم تستا 020 داشتیم که جفت قیمت اعمالش بود 60 تومن. این کنار هم گذاشتن این قراردادها این زنجیره آپشن رو برای ما میسازه. این سایتش رو بهتون نشون میدم، کاملا باهاش هم کارم میکنم. ببینید این طرف اختیار خرید ها سمت راست، این ور اختیار خریده یا کال آپشن، این ور اختیار فروشه. این یه دونه رو مثلا با هم بررسی کنیم. ببینید زستا 1223، این ورم تستا 1223، قیمت اعمال جفتشون 75 تومن. این ور 21 22 ببینید زستا 1221، زستا 1222، زستا 1223، همینجوری رفته تا زستا 1232، این آخریش 1232. این ورم تا تستا 1232 رفته. میبینین از تستا 1221 تا تستا 1232 اینجوری ردیف شده اومده پایین. از قیمت 55 تومن شروع شده تا قیمت 165 تومن. هر کدوماشون هم یه تعداد موقعیت باز دارن. میبینید موقعیت بازاشونو، هر کدوماشون یه تعدادی موقعیت باز دارن، یه سری کمتر، یه سری بیشتر، یه سری، همه اینا مشخصه داخل اینجا. به این میگن زنجیره آپشن، یعنی اینکه شما کالها و پودهای یک سررسید رو بیاری بذاری کنار هم دیگه. حالا تو سررسید بعدی هم زنجیره آپشن جدا خودشو داره، مثلا زنجیره آپشن 60 برج 1، زنجیره آپشن 60 برج 2، اینجا این زنجیره آپشن 60 برج 12. به میگن آپشن چین یا زنجیره آپشن. برگردیم روی تعاریفمون. موقعیت باز رو تعریف کردیم، گفتیم که در بازار مالی به یک معامله فعال اشاره داره که هنوز بسته نشده. قیمت اعمال رو تعریف کردیم، گفتیم قیمت توافقیه که توی اون قرارداد ذکر شد. شما میتونی به عنوان خریدار، حالا چه داری بیمه میکنی چه داری حواله میخری، تو اون قیمت یا دارایی بخری یا دارایی تو اصطلاحاً بیمه کنی و بفروشی. پرمیوم که همون قیمت اختیار معامله بود، مبلغی بود که خریدار میداد به فروشنده. اندازه قرارداد بود که با هم صحبت کردیم، به مقدار دارایی پایی اشاره داره که یک قرارداد مشتق پوشش میده. گفتیم دیگه یه دونه قرارداد مساوی با 1000 تا از اون دارایی پایه بود که حالا گفتیم توسط بورس و نهاد مالیات تعیین میشه. میونه ارزش مفهومی معاملات، توی اون تابلو هم دیدیم ارزش مفهومی رو. ببینید ارزش مفهومی تو بازار مالی به کل اون ارزش دارایی اشاره میکنه. ببینید مثلا اون موقع که اینو که داشتیم چک میکردیم با هم توی اینجا توی این کال آپشنه، میگه آقا یه دونه بیاری 20 تومن بدی، خب یه موقعیت باز ایجاد میشه دیگه، یک موقعیت باز. حالا یه دونه، اگر این یه دونه که معادل 1000 تا 60 تاه اگر رو تابلو اصلی معامله میشه چقدر ارزشش بود؟ 1000 تا 133 تومن دیگه، درسته؟ ضرب در 133 تومن که میشه 133 هزار تومن، درسته تا اینجا؟ میگه آقا این آپشنه که داره اینجا معامله میشه معادل چقدر دارایی پایه است؟ اینا توی اون قیمت اون دارایی ضربش میکنه. این حجمی که اینجا داره آپشن معامله میشه رو ضرب در اون قیمت دارایی میکنه، میشه ارزش مفهومی معاملات یا نوشنال ولیو.
میگه آقا این پولی که این حجمی که الان داره روی قرارداد اختیار معامله میشه معادل چقدر مبلغی از دارای پایه است، چه ارزشی از دارای پایه است. ارزش مفهومی در بازار مالی به مقدار کل ارزش دارایی پایه اشاره دارد که در یک قرارداد مشتق تحت پوشش قرار میگیرد. این مقدار نشان دهنده حجم کلی یک معامله است، اما مبلغ واقعی که برای معامله پرداخت میشه معمولا کمتر از ارزش مفهومی است، زیرا اهرم در قرارداد مشتق به کار گرفته میشود. اینو من تعریفش رو کامل آوردم، بس اهرم رو جلوتر داریم که اصلا اهرم اینا چجوری حساب میشه. با نوشن ولیو کسی روی نوشن ولیو کسی سوال نداره؟ جا افتاد. مثبت نمیدین؟ صدا هست؟ اوکیه. عالی. خب برسیم به بحث نقشه راه. ببین ما امروز یک سری مفاهیم اولیه آپشنال رو با هم صحبت کردیم، تعاریفی که حالا داشتن اصطلاحاً سعی کردم ساختار ذهنی بچینم که بدونیم تو چه فضایی داریم کار میکنیم و روی چی داریم کار میکنیم. شما مفاهیم اولیه رو که اینجا یاد بگیرین، بعد از اون میایم با پلتفرم‌های معاملاتی آشنا میشیم. اوکی حالا مثلا من میخوام برم تو بازار آپشن معامله کنم، پلتفرمایی که هست چیه، چجوری باید کار کنم باهاشون، خواستم اعمال کنم چه کار کنم، خواستم معامله‌مو ببندم، رشد تضمین بذارم، اینا همه رو با هم صحبت میکنیم. پلتفرم‌های معاملاتی. خوشبختانه با توجه به اینکه کارگزاری کارآمد هم داخل این دوره هستن، ما مشکل کارگزاری نخواهیم داشت. همه دوستان رو تشویق میکنیم که در کارگزاری کارآمد حساب معاملاتی باز کنن تا اون بحث آموزشیمون خیلی راحت تر پیش بره و از طرف دیگه هم محدودیت هایی که اصطلاحاً یک سری کارگزاری ها ممکن شما بهش بخورین، حالا اینجا یک ذره نمیتونم با توجه به قوانینی که خودشون دارن، ولی ما سعی میکنیم که اون روند تاثیرگریه رو داشته باشیم، ولی بالاخره قوانین کارگزاری رو نمیتونیم زیر پا بذاریم. ولی از این نظر که ما مشکل کارگزاری نداشته باشیم برای ثبت نام دوستان، کارگزاری کارآمد با توجه به اینکه تو این دوره همراه ما هست و پلتفرم خوبی هم داره، صحراست و حجم معامله خوبی هم داخل این کارگزاری انجام میشه، اونجا میتونیم از خدمات کارگزاری کارآمد استفاده کنیم. پس ولی ما بقیه پلتفرم‌های معاملاتی هم میگیم، یعنی بحث سامانه‌های اومکس و اینجور چیزایی که الان هست، تدبیر و اینا، همه پلتفرم‌های معاملاتی رو میگیم. حالا توی کارگزاری هم کارگزاری که پیشنهاد میدیم، این کارگزاری معاملات پوت هم دارن، بله پوت آپشن هم معامله میشه داخلش، مشکلی نداره. بعد از اون که شما حالا با اصطلاحاً با بازار آشنا شدی، با پلتفرم آشنا شدی، یه بحث ارزش گذاری رو یاد میگیریم. این که اصلا آپشنات چرا اون 1 تومن بود، چرا اون 15 تومن بود، چه عواملی روی این ارزش گذاری تاثیر میذاره، هرچی روز بره جلوتر چه اتفاقی میفته، یه روزی 20 روز مونده، یه روزی 19 روز مونده، یه روزی 10 روز مونده، به یه آپشنی مثلا 2 ماه مونده، این قیمتاش چه تأثیری داره و تو طول زمان چه اتفاقی براش میفته. یه سری مشتقاتی میگیریم از این فرمول‌های ارزش گذاری که توی بحث معامله کردن خیلی به کارمون میاد. شما کاملا با این مفاهیم آشنا میشی تا بخوای بری از همین مشتقات استفاده کنی در جهت اینکه بخوای استراتژی یاد بگیری. یه سری استراتژی ها خب نیاز به این بحث مشتقات ندارن، پارامترهایی که بر ارزشش تاثیر داره، ولی اگر بخواید به صورت پیشرفته که ما داخل این کلاس هم به صورت پیشرفته کار میکنیم، به یادگیری این پارامترها نیاز داریم و اصطلاحاً ما تمام اینها رو به صورت کامل که پوشش دادیم، استراتژی هم که یاد گرفتیم، میریم و وارد بحث اجرای استراتژی میشیم و اینکه حالا نسبت به ریسکی که شما میخوای تحمل کنی میتونی کسب سود انجام بدی یا حالا بخوای ریسک دارایی رو کنترل کنی.
توی این کارگزاری هم میتونیم موقعیت فروش بگیریم. بله، نسبت به قوانین کارگزاری، حالا اون حداقل پورتفوی اینا که میخوان، نسبت به قوانین کارگزاری میشه موقعیت فروش هم داخلش گرفت و مشکلی نیست. حالا زمان کارگزاری که شد خیلی بیشتر معرفی میکنیم و توضیح میدیم. در خصوص نقشه ما این قسمت بحث آپشنه. ما بحث آتی هم داریم که خانم علیزاده در خدمتتون است و اون بحث آتی رو به صورت کامل پوشش میده که داخل اون بروشور دوره میتونین کاملا اینا رو ببینید و اونم مباحث آتی هم که کاملا بحث میشه و حالا چیزایی که هست. یک سری دوستان هم که گویا ثبت نام نکردن، آیدی پشتیبانی رو آخر که از دوستان قرار میدم، میتونن اون بحث ثبت نامشون رو تکمیل بکنن و سیستم تا اینجا به نظرم پیش رفتیم اوکیه. اگر سوالی دارین بنده در خدمتون هستم. آیدی رو من پین میکنم که اگر دوستان سوالی پرسیدن اوکی باشه. خسته نباشین. من تا حالا چند دقیقه هستم. بله، فایل رو در اختیار دوستان قرار میدیم. جلسه بعدی داخل تلگرام اعلام میشه طبقا بروشور دوره. خسته نباشین. خانم هریناز خسته نباشین. این مظفری اجازه من یه مطلبی رو بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که حالا ثبت نامشون تکمیل شده در داخل گروه دوره هستن. فکر میکنم تا آخر امشب اکانت اسپات پلیر براشون فرستاده میشه. لایسنس هر نفر متفاوته، حتما دسترسی و نوع نصب اسپات پلیر هم براتون میذاریم که حالا بدون مشکل اسپات پلیرتون رو نصب کنید. ویدیو آفلاین فکر میکنم نهایتا تا فردا ظهر در داخل اسپات پلیر هستش، میتونید دوره رو، کلاس امروز رو به صورت آفلاین نگاه کنید. خب جلسه بعدی ما قاعدتا چهارشنبه هستش. ما دوره روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار میشه ساعت 6 تا 8. فراموش نکنید. و اینکه هر اطلاع رسانی دیگه ای رو ما در داخل گروه دوره انجام خواهیم داد. فکر میکنم حالا بحث پرسش و پاسخ و همچنین تمرین هایی که حالا آقای مظفری زحمت میکشن میدن هم در داخل گروه گفته میشه. حتما دوستان تمرین ها رو جدی بگیرن، فعالیتشون رو حتما به صورت فعالانه انجام بدن، چرا که ما دوستان رو رصد میکنیم و حتما تو بحث معرفی اونها به نهادهای مالی، انتهای حالا دوره که بحث آزمون و مسابقه و اینا هستش، حتما میتونه تاثیرگذار باشه این تکلیف و فعالیت های کلاسیشون. ممنون. من یه صحبتی ندارم. حالا مظفری اگر شما صحبتی هست بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. ممنون از همه دوستان. اون تمرین ها رو اینا رو داخل گروه میذاریم به خاطر اینکه حالا تعدادی که دوستان داخل گروه هستن اونجا کامل تمرین ها رو میذارم. اگر هم که سوالی داشتن دوستان میتونن داخل گروه بپرسن. یکی از دوستان سوال پرسید امروز اهرام 2538 تومن بود، اگه اختیار باشه سررسید 212,600 رو می‌خریدیم فردا چه اتفاقی می‌افتاد؟ امروز اعمال می‌کردیم، روز بعد 2600 میاد به حسابتون اگر اهرمو داشتین. اگر اهرمو نداشتین که کلش میسوخت، بیمه نامتون رو اعمال نکردیم. جلوتر اینا رو کامل بحث میکنیم، ولی چون حالا سوال داشتین اوکی.